بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و موالا. بینندگان عزیز و گرامی، باز هم در خدمت شما هستم از یکی دیگر از قسمت‌های رد بر شبهات معاندین و دشمنان اسلام. یکی دیگر از این شبهات این است که مستشرقین و افرادی که به لباس اسلام خودشان را جا میزنند و شبهات را پیرامون اسلام وارد میکنند، این است که میگن رسول الله علیه السلام هیچ فضیلت و برتری بر دیگر انبیا ندارند، چون عقیده ما مسلمان ها بر این است که رسول الله علیه السلام بر سایر انبیا علیهم السلام برتری و فضیلت دارند و این برتری و فضیلت رسول الله علیه السلام از جانب الله متعال هست. و یکی از این افرادی که به هر حال این شبهه پراکنی میکنه و خودش را مسلمان مینامه، همان شخصی است به نام شفیع عیار که احتمالاً او را میشناسید، که ما کلیپی را از او آماده دیدین که از رفیجان کارگردان عزیز تقاضا میکنم که این کلیپ را پخش بکنن که با هم دیگر ببینیم و انشاءالله بعداً به جوابش خواهیم پرداخت. آیت 253 سوره بقره: ما بعض پیغمبران را بر بعض دیگر برتری دادیم. حتمی شما میگین که پیغمبر ما را به دیگر پیغمبران برتری داده. غلط. از آنها کسی بود که خدا با او صحبت کرد، حضرت موسی، و بعض را درجات برتر داد. به عیسی پسر مریم معجزات روشن دادیم و او را با روح القدس تایید کردیم. هم روح خود درش دماندیم، هم معجزات دادیم. به پیغمبر ما معجزه داده بود؟ نداده بود. با پیغمبر ما در زمین گپ زده بود؟ نزده بود. بنابراین پیغمبرای دیگر را برتری داده. ما شما فکر میکنیم که دنیا را از روی پیغمبر ما ساخته. این حال سعی کنیم، ما آیات قرآن میخوانم، تو دشمن آیات قرآن هستی، قبول نمیکنی. تو مرا محکم گرفتی که با نبی دشمنی داریم. ما با نبی دشمنی ندارم. پیغمبر ما از قرآن پیروی میکرد. آیات قرآن است که پیروی که از قرآن، ما شما باید از قرآن پیروی کنیم. این حال تو احادیث ساختگی را جمع کردی، از پوشش میدوی. بله، سخنهای این فرد بی سواد و جاهل را شنیدین که چی میگوید. نکته سخنهایش را پیش میریم. اول گفت که آیه قرآن، آیه مبارکه را خواند، البته ترجمه فارسیش را چون عربی یاد نداره. ترجمه عربی یعنی آنچه که آیات قرآن کریم به زبان عربی هست یاد نداره، چون ما در قبلا هم برای شما نشان داده بودیم که حتی نام سوره ها ایش فرد یاد نداره، چی برسه به این که به هر حال بتونه آیات قرآن کریم را تلاوت بکنه. خب به هر حال این فرد آمد آیت 253 سوره مبارکه بقره خواند که من عربیش را به خدمت شما تلاوت میکنم. الله متعال میفرماید: تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس. سوره مبارکه بقره آیت 253. این فرد آمد اول گفت که بعضی از پیامبران را الله متعال میگه که این پیامبران را بعضی را بر بعضی دیگر ما فضیلت دادیم. بسیار خوب. بعد آمد یک نکته بیان کرد که رسول ما، پیامبر ما فکر میکنیم، این فرد احمق میگه که ما فکر میکنیم که پیامبر ما بر دیگران فضیلت دارد. نه این گونه نیست. این فرد بی سواد چون دشمنی با رسول الله دارد و در آخر کلیپ میگه نه من هیچ دشمنی ندارم، دروغ میگه، با الله قسم دروغ میگه. آیات قرآن کاملا واضحه که این فرد یا این است که این فرد احمق و بی سواد و جاهله، و یا اینه که خودش را به جهالت میزنه. از این دو حال خالی نیست. ولی من بیشتر جهت شخصا تا جایی که بنده در مورد این فرد اطلاع دارم، جهت نادان بودن این فرد و بی سواد بودن و جاهل بودن این فرد را ترجیح میدم. و احیانا در بعضی مسائل دیکته های از طرف دیگران احساس میکنم برای این فرد. تا جایی که بنده شنیدم حرفهایش را و گوش کردم. به هر حال این آمده میگه که پیامبر ما هیچ فضیلتی بر دیگران ندارن. بعد نکته دیگری که میگه، وقتی میگه منهم من کلم الله و رفع بعدهم درجات، من کلم الله، خب میگه موسی علیه السلام. درست، موسی علیه السلام الله متعال با او حرف زد و کلم الله موسی تکلیما.
آیه قرآن ثابت. و رفع بعضهم درجات. بسیار خوب، شفیع عیار و مفسده های دیگر و مرتد های دیگری که مثل تو هستند، همین قسمت را برای من تفسیر بکن. و رفع بعضهم درجات، چی افراد هستند؟ اینها کیا هستند؟ ما مسلمان ها میگیم منظور رسول الله علیه السلام هستند که الله متعال پیامبر را فضیلت داده و پیامبر را رفعت و بلندی داده. اما تو چی میگی؟ این یک. دوم آمد گفت که البته تفسیرش را خواند و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس. قدس قدس خواند چون نافهمه، نمیدانه، جاهل، احمق، بی سواده. قدس میگه قدس، روح قدس. بابا جان روح قدس کجاست؟ حداقل امینها رو خو یاد بگیر، ابتدا کلمات رو که یاد بگیر، تلفظش را درست بکن. این چقدر حماقت است، چقدر بیسوادی و جهل و نادانی داری تو. باز میای پشت کامره هم مینشینی حرف از دین میزنی. حداقل همین کلمات رو خو یاد بگیر. بعد میگه که رسول الله علیه السلام دیگه پیامبران معجزه داشتن، پیامبر معجزه نداشته. نعوذ بالله. چقدر فرد احمق و بیسواد است این. خب میریم زینه به زینه و پله به پله پیش میریم. اول این که رسول الله علیه السلام بر سایر انبیا علیهم السلام فضیلت دارن. این را هیچ کس انکار نمی کند جز شفیع عیار و افرادی که تحت این فکر هستند. این اجماع امت اسلامی در این است و این اجماع برگرفته از آیات قرآن عظیم الشأن هست. اولا همین آیه و رفع بعضهم درجات اشاره به رسول الله علیه السلام داره. ثانیا الله متعال در سوره مبارکه اسراء آیت 55 میفرماید ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داوود زبورا. میفرماید به تحقیق که ما فضیلت و برتری دادیم بعضی انبیا را، بعضی از نبیین را بر بعضی دیگر، که در اینجا هم مراد رسول الله علیه السلام هستند. در سوره مبارکه نساء آیت 113 الله میفرماید و انزل الله علیک الکتاب والحکمه و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. فضل الله متعال بر تو بسیار است، فضل الله متعال بر تو بزرگه، گسترده. رسول الله علیه السلام را الله متعال مقام محمود داده. مقام محمود الله متعال به پیامبر نصیب میکنه. شفاعت عظما را به رسول الله علیه السلام الله متعال نصیب میکنه که دیگه انبیا علیهم السلام از این خصوصیت و از این ویژگی برخوردار نیستند. الله متعال باز هم در سوره مبارکه اسراء آیت 79 میفرماید و من اللیل فتهجد به نافلة لك عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. برای کدام نبی غیر از رسول الله علیه السلام این مقام داده میشه؟ ای انسان بی سواد و انسان جاهل و احمق که تو بر رسول الله تاخت و تاز داری و هدف تو خورد کردن نعوذ بالله رسول الله هست، ولی متوجه باش که الله میگه یریدون لیطفئوا نور الله والله متم نوره ولو کره الکافرون. الله متعال نورش را کامل میکنه، الله متعال دینش را کامل میکنه، الله متعال پیامبرش را عزت داده، شرافت داده. با این لب پس تو هیچ کاری نمیشه، با این حرف تو هیچ کاری و هیچی از مقام رسول الله علیه السلام کاسته نمیشه. این را خوب متوجه باش، این را در گوش خود بگذار و برای همیشه نصب العین تو باشد، جلو چشم تو قرار داشته باشه. الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه احزاب آیت 7 میفرماید و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. در این آیه الله سبحانه و تعالی 5 تن از پیامبران اولوالعزم را بیان میکنه. اولین فرد رسول الله علیه السلام هستند. اگرچه پیامبر علیه السلام از نظر زمانی از همه اینها دنبالن، اما از نظر فضیلت و برتری رسول الله علیه السلام هم بر نوح علیه السلام، هم بر ابراهیم و هم بر عیسی و هم بر موسی علیهم السلام رسول الله علیه السلام فضیلت دارند. به چی واسطه؟ به همین واسطه است که الله متعال در این آیه مبارکه سوره احزاب آیت 7 سوره احزاب اول رسول الله را بیان می کند و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و از تو، بعد و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم الی آخر.
از این آیه هم استدلال میشه که مقام و مرتبه و فضیلت رسول الله علیه السلام بر دیگر انبیا علیهم السلام بالاتر است. و این فرد حرف دیگری میزنه، میگه رسول الله معجزه نداشتن، نعوذ بالله. اگرچه این فرد به حدیث پیامبر کافره، حدیث پیامبر را قبول نداره، اما من میخواهم از آیات قرآن کریم برای این فرد احمق و بی سواد ثابت بکنم که رسول الله علیه السلام چقدر معجزات داشتن. معجزات پیامبر در قرآن کریم به اندازه‌ای هست که نمیتواند انسان بشمارد. من فقط به 4 گزینه و به 4 نمونه از آنها اشاره میکنم. خب گوش کن، یادداشت بکنه ای انسان مرتد اگر قصد اصلاح داری. اولا قرآن کریم خودش معجزه و شاید این فرد نمیدونه معجزه یعنی چی. بگذار که شفیع عیار برای تو معجزه را اول تعریف بکنم. معجزه چیزی است که طرف مقابل را عاجز بکنه، لاجواب بکنه، دیگه نتونه او نکس بزنه، نتونه دیگه حرف بزنه، اصلا در جواب او و در مقابل او هیچی نداشته باشه. این را میگن معجزه. این را اول یادداشت بکن برای خودت، یاد بگیر این را. بعد از آن میفهمی که پیامبر معجزه داشتن یا نداشتن. بزرگترین معجزه پیامبر همان چیزی است که تو ادعا میکنی پیروی آن را داری، که دروغ میگی من پیرو قرآنم. قرآن بزرگترین معجزه پیامبر است. قرآن کریم مشرکین از زمان پیامبر و تا روز قیامت همه را ساکت کرده و ساکت میکنه. این معجزه جاویدان پیامبر است که هیچ پیامبری همچون معجزه‌ای نداشته. الله متعال در قرآن کریم میگه و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. در ادامه میگه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. اگر شما در قرآنی که ما به پیامبر فرستادیم در شک هستید، یک سوره مثل قرآن بیاورید. اونها را چالش میده الله متعال. این معجزه. اگر این معجزه نیست پس چیست؟ بعد الله میگه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. اگر نتوانستید هرگز نمیتوانید شما این کار را بکنید و هرگز نمیتوانید تا روز قیامت هم. ای شفیع عیار اساتید خود را بگو، بادرهای خود را بگو که قرآن معجزه است و تا روز قیامت هم شما نمیتوانید حرفی و سوره‌ای مثل قرآن عظیم الشان بیاورید که در اعجاز خود باشد. ما نمیخوایم که تفصیل بدیم در مورد معجزات قرآن عظیم الشان که قرآن کریم چگونه معجزه است. قرآن عظیم الشان از غیبیات حرف میزنه. قرآن عظیم الشان از چیزهای حرف میزنه که حالا روز به روز ثابت میشه. و همچنین سفر اسراء پیامبر، اسراء و معراج که در قرآن عظیم الشان هر دو ثابته. الله متعال میگه سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ای انسان احمق و جاهل، آیا این که شخصی در یک شب از مکه مکرمه از مسجد الحرام بره به بیت المقدس یا بیت المقدس، آیا این خودش معجزه هست یا نیست؟ اگر میگویی نیست خب احمقی، بی سوادی. اگر هست خب قرآن میگه، تو میگی من قرآن را قبول دارم. الله متعال میگه سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. خداوند متعال پاک از آن ذاتی که بنده اش را از مسجد الحرام در شب برد به مسجد الاقصی. آیا این معجزه است یا نیست؟ در یک شب رسول الله علیه السلام میروند از مسجد الحرام به مسجد الاقصی، از مسجد الاقصی به آسمان ها عروج میکنند. آیا این معجزه است یا نیست؟ شق القمر، آیا این معجزه هست یا نیست؟ که در قرآن عظیم الشان ثابت شده. اقتربت الساعه و انشق القمر. الله متعال سبحانه و تعالی به این مورد اشاره میکنه. اگر قرآن را واقعا تو میگی من قرآنی هستم که دروغ میگویی، حتی همین را هم دروغ میگی، ادعا میکنی، از زبانهای دیگرانی که یک چیزی در قرآن فهم دارند شنیدی، حالا آمدی برای اونها نشخوار میکنی، خلاص چیزی دیگری نیست. و الا تو نه از قرآن میفهمی نه از هیچ چیز دیگری از دین نمیفهمی. در قرآن عظیم الشان الله سبحانه و تعالی این معجزات را برای رسول الله علیه السلام بیان کرده. آیا اینها را قبول داری یا نداری؟ باز هم ادعا میکنی که پیامبر نعوذ بالله معجزه نداشتن. معجزه قرآن کریم، معجزه اسراء پیامبر، معجزه معراج پیامبر، معجزه شق القمر، اینها همه معجزاتی است که در قرآن ثابت شده و در قرآن واضحه. قرآن را یک بار بخوان اگر تو واقعا راست میگویی، اگر واقعا تو به دنبال حق هستی که مطمئنم نیستی. الله متعال سبحانه و تعالی مسلمانان را از شر همچون افراد مخرب و افراد مفسد و ملحد و مرتد، الله سبحانه و تعالی همه مسلمان ها را نجات بده. همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.